سلام دوستان، ممنون میشم ویدیو رو تا آخر ببینید و اگه دوست داشتین لایک و سابسکرایب فراموش نشه. سلام داغه فقط وای سر چه مادر وای جونم ببین میترسه جونم امانت شما یکم نزدیک کنه باشه نیدم اون داخله بچه‌م داره که اون توی میترسه میرم باشه من رفتم. دومین نفرایی که بهشون غذا دادیم این دوتان که نمیدونم چه نسبتی دارن با هم، ولی همیشه با هم. از اونجایی هم که جلو خانم همش واق میزد و ما هم تو مجتمع بودیم ترسیدیم همسایه ها اعتراض کنن و همین دلیل آقا رضا بردشون بیرون که اونجا بهشون غذا بده. جیلو چی میگی سلام و اینجا جایی بود که همه غذاها تموم شد. کلی سگ گشنه که هم با هم به صورت گله‌ای بودن و خیلی هم از آدما میترسیدن. همینطور که میبینی رضا سمتشون که میره فرار میکنن. ترسم بیا نزدیکا گو فرار کرد. رفیقا نگاه کن انقدر کتک خوردن چیه ترسن الان رفت اونجا. یه چیزی هم راجع به غذا رسانی بگم دوستان. من خودم میدونم که ما خودمون میدونیم که اینها به چه غذاهایی نیاز دارن و چقدر باید براشون مفید باشه و اینا، ولی ما با توجه به شرایط مالی خودمون، توانایی خودمون، از اونجایی که ما خودمون 2 گربه و 1 سگ داریم و شرایط خودمون بالاخره تو جامعه سخته، نسبت به شرایط خودمون غذا رسانی میکنیم در حد و توان خودمون. پشت کردن میگیریم، اونا رو میجوشونیم. حالا اگر هویجی، سیب زمینی چیزی باشه اونا رو هم بهش اضافه میکنیم، با نون بهش اضافه میکنیم، آب مرغ و اینا همه رو با هم میبریم برای غذا رسانی. قطعا من میدونم که اینا ماهی بخورن براشون مفیدتره، گوشت بخورن براشون مفیدتره، غذا خشک براشون بهتره، ولی توی این اوضاع، توی این سرما که هیچ غذایی پیدا نمی‌کنن، به نظرم در همین حد هم کمک کردن براشون خوبه. شما هم به نظرم سخت نگیرید که چرا این غذا رو دادی و اون چرب بود و اون فلان بود. هر کی در حد توانش، شما هم در حد توانتون همینقدر بتونید غذا رسانی کنید به این سگ‌ها، گربه‌ها و حیوانات بیرون، به نظرم واقعا ارزشمنده و اگه این جا بیفته برای همه، این طفلی‌ها انقدر اذیت نمیشن و باعث نمیشه که یه وقتی بخوان حمله کنن به آدم و بچه ها و اینها. خیلی هم آرومن، خیلی هم مهربونن